سوار شدم. اولین کسی که وارد کوپه شد یه دیوونه اومد با پدرش گیر داد به من، گفت میخوام همونجوری که سید نشسته بشینم. گفتم آقا بذار بشینه. بعدش دیدم که یک آقای دیگه اومد تو، خیلی این هیکلمند بود، یعنی جوری این هیکل داشت که از این در به سختی آمد. این آمد نشست و گفت که آقا من یک بیماری دارم حاج آقا، همین اول بگم که من معدم نفخ داره. آخه یعنی هر یک رو این معده من از من صدا میاد. شما دیگه اینو ببخشین به بزرگواری خود. در واقع منظورش بود که صدا داخلیه، نه که خارج میشد صدا میاد. گفتم که آقا این اینقدر راستگو بود که گفت هر یه ربع ساعت این صدا میاد، دقیقه‌ای تکلف نمی‌کرد. یعنی رأس دقیقه ساعت میگرفتی ربع به ربع. این نمیدونم چی بیماری بود. هر دفعه که این صدا میومد اون بالا رفته بود، این صدا میاد، این دیوونه میخندید و دست میزد، تشویق میکرد. گفتم آقا این گوشامو گرفتم، این بالش گذاشتم که هر جور شده تحمل کنم. دیدم که آقا دود سیگار پیچید اینجا. خب نگاه کردم بابا هم دیوونه است. آقا جان تو کوپه جای کاراست؟ گفت حاج آقا ما برای خود تا داریم کار میکنیم، میخوام خنثی کنه اینجا یه خورده هوا عوض بشه. تا مشهد هر یک رو این مینواخت و این تشویق میکرد و خنثی میکرد.